اگه بهت یه تریبون بدن و بهت 5 دقیقه فرصت بدن با همه صحبت کنی، چی میگی؟ شاید در مورد اوضاع زمین حرف بزنی یا به مردم یادآوری کنی که مهربون‌تر باشن. اما من به شما یه چیز دیگه میگم. تو فقط در طول 1 سال میتونی زندگیت رو زیر و رو کنی. هیچ کدوم از ما 1 سال بعد دقیقاً همون آدم امروز نیست. زمان راه خودش رو میره، ما رو هم با خودش میبره. اما اینکه زندگی تو توی اون 1 سال چطور تغییر کنه فقط و فقط به خودت بستگی داره. هر روز صبح همه ما با 2 تا انتخاب روبرویم که چه بخوایم چه نخوایم هممون واسه ادامه روزمون یکی از این 2 تا راهو انتخاب میکنیم. انتخاب اول، راه راحت، آشنا، بدون دردسر. موندن همون جایی که هستی. امنه، بی دردسره، اما تو رو همونجا نگه میداره. انتخاب دوم، راه سخت، پر از ریسک، تلاش و خروج از منطقه امن. و راستشو بخوای، اگه داری این ویدیو رو میبینی احتمالاً مدت هاست راه اول رو انتخاب کردی. انتخاب اول یه مدتی حس خوبی میده، ولی تهش خالی میشی. چون ته دلت میدونی بیشتر از اینی، میدونی توانایی خیلی بیشتری داری. اما واقعیت اینه، هیچ کتاب رشد فردی، هیچ پادکست، هیچ ویدیوی انگیزشی به جای تو دست به کار نمیشه. الهام بخش هستن، قطعاً. بهت تلنگر میزنن، بله. ولی تا وقتی تو فقط تماشاچی باشی، هیچ چیز تغییر نمیکنه. پس باید این تغییر مهم را انجام بدی. از تماشاچی بودن بیا بیرون. چون تنها راهی که زندگیت عوض میشه اینه که عمل کنی و لازم نیست حرکتت بزرگ و دراماتیک باشه. اصلا بذار یه حقیقت ریاضی ساده رو برات توضیح بدم. اگه فقط روی 1% بهتر شدن در هر روز تمرکز کنی، آخر سال 37 برابر بهتر از امروز میشی. فکر کن، 37 برابر بهتر. حالا باید یه دلیل مهم رو هم روشن کنیم. چرا خیلی‌ها وسط راه ول میکنن یا حتی شروع نمیکنن؟ چون به کل کوه نگاه میکنن، نه به قدم بعدی. کوه به نظرشون خیلی بلنده و برای همینه که گیر میکنن. اما تو وقتی مدام قدم برداری نمیتونی شکست بخوری و به زودی خودت رو روی قله میبینی. اینجا نمیخوام وارد جزئیات برنامه ریزی بشم. برای اون یه ویدیوی جدا هست که قدم به قدم نشونت میده چطور برنامه بریزی و عمل کنی که لینکش این بالا هست. چیزی که میخوام بگم اینه که فقط زندگی که میخوای بسازی رو تصور کن. آدمی که میخوای بشی رو تصور کن. حالا که آینده‌تو دیدی، از امروز شروع کن. فقط شروع کن. و وقتی شروع کردی دیگه به عقب نگاه نکن. چون هیچ وقت برای تغییر دیر نیست. هیچ وقت برای تبدیل شدن به کسی که همیشه قرار بوده باشی دیر نیست. 1 سال میتونه همه چیزو عوض کنه.